سلام به همه همراه عزیزم. این ویدیو اولین ویدیو یوتیوبی هستش که تهیه کردم و با شما میخوام به اشتراک بذارم. قراره تو این ویدیوها به شما اطلاع رسانی کنم، چه به همکارای جوان عزیزم، چه به بیمارایی که ما رو همراهی میکنن و میخوان که اطلاعاتشون بروزتر و علمیتر باشه، به خاطر اینکه سلامتی ما چیز با ارزشیه. قبلا توی اینستاگرام راجع به یه داستانی باهاتون صحبت کردم. روی صحبتم با شماییه که رفتی پیش یه کسی که پزشک نیست، تزریق کردی، دچار عارضه شدی، عارضه رو متوجه نشد و الان نیازمند درمانی. چه علائمی رو بابت تزریق داخل شریان صورتت باید متوجه بشی که به سرعت خودتو به پزشک ارجاع بدی، به نزدیکترین پزشکی که به این مسئله آگاهه مراجعه کنی. از علائم بعد از تزریقت میتونم بگم، از علائم حین تزریقت میتونم بگم، ولی باید این داستان رو منظم و آهسته و روان گوش بدی. چه اتفاقی میفته؟ رفتی شما تزریق انجام دادی، حین تزریقت یک درد بسیار تیرکشنده داشتی، یه درد شدیدی که با تزریقای دیگه قابل مقایسه نیست، یه مقدار برات قابل تحمل نبوده. این علامت اولت میشه. بعد از اون تو منطقه‌ای که برات این تزریق انجام شده و درد شدید داشتی، یه ناحیه سفید رو میبینی، بهش میگیم ناحیه‌ای که پیل میشه. چرا؟ چون تزریق داخل شریان رفته، رگ بسته شده و الان خون رسانی نداره. جایی که بهش خون نمیرسه سفید میشه. خب این میشه علامت دوم. علامت سوم چیه؟ بعد از گذشته یه تایمی به صورت شاخه‌های درخت اون منطقه پرخون میشه. چرا؟ از اون منطقه رگ بسته شده و شما در امتداد انتهای رگت هنوز بازه و پرخون شده. چه اتفاقی افتاده؟ بهش میگن ارتشاح عروقی پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی اون منطقه که رگ بسته شده، پیل شده، قسمت بالایی شروع میکنه به تورم کردن برای شما و یه شکل شاخ درخت مانند برای شما کبودی ایجاد میشه. خب حالا توی مطب نه، شما رفتی آرایشگاه تزریق کردی، رفتی یه جای غیر پزشک برای تزریق کرده که اصلا متوجه نشده که این اتفاق بد برای شما اتفاق افتاده. میری خونه، دردت آروم نمیشه، دردت داره بدتر میشه، باید به پزشک مراجعه کنی. این سفید شدگی داره زیاد میشه و بعدش شروع میکنه قرمز شدن، ملتهب شدن، همزمان با دردی که داری این نمای درختی کبودی عجیب غریبا برات پیش میاد. باز باید به پزشک مراجعه کنی. پس این گوشه ذهنت باشه. با مسکن دردتو یه ذره بهتر میکنی. زنگ میزنی به اون خانم آرایشگر، زنگ میزنی به اون خانم غیر حرفه‌ای و میگی که یا آقای غیر حرفه‌ای، میگی که صورتم اینطوری شده، درد شدید. میگه حالا مسکن بخور، حالا یه ذره کرم بزنش. با مسکن یکم دردتو بهتر میکنی، زمان رو داری از دست میدی. مهمترین نکته توی درمان درست ایسکمی تایمه، وقت طلاییه. تا قبل از 72 ساعت باید به داد این قضیه برسیم وگرنه بافتمون از دست میره. از این حالت گذشته میرسی به کی؟ میرسی به موقعی که شروع میکنه دون 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 دونای ریز ریز زدن روش. انگار تبخال شدی، انگار یه آبله مرغون ریز گرفت، یه عفونت سطحی شده. بله، عروق بسته شده، خون رسانی منعدم شده اونجا، نه اکسیژن خوب داره، نه آب رسانی خوب داره، نه خون رسانی خوب داره. شروع میکنه مستعد عفونت شدن. اونجا شروع میکنه عفونت پیدا کردن. باز عکستو میفرستی برای اون خانم یا اون آقا، به شما میگه چیه؟ میگه تبخال زدی عزیزم، طوری نیست، آسیکلوویر بخور. داره شروع میکنه به بافت از دست رفتن. این اتفاقی که داره برات میفته یعنی از ایسکمی داری به مرحله نکروز میرسی. بافتت داره از بین میره، بعدن سیاه میشه این بافت. خب حالا چی؟ حالا که جوشا رو زده، باز باید به پزشکت مراجعه کنی.
جوشا کم 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 داره به همدیگه متصل میشه، داره یه زخم بزرگتر درست میکنه، رنگش داره تغییر میکنه، از سمت قرمزی داره به سمت سیاهی میره، دیگه اوضاع خطرناکه. و اگر باز به حرف پزشک گوش نکنی، اگر پیش پزشک نری و درمان نکنی، دیگه این مرحله شاید یه مرحله‌ای باشه که بگیم جبران ناپذیره. حالا که علائم رو شنیدی، حالا که متوجه شدی علائم اولیه و تا 72 ساعت اول ایسکمی چی هست تا به نکروز برسه، پس دقت کنید چه اتفاقی داخل پوست صورت شما بابت این زیبایی داره میفته. نمیخوام بگم که شما فقط اگر پیش آرایشگر برید، پیش آدم غیر حرفه‌ای برید ممکنه اتفاق براتون پیش بیاد. عوارض جزئی از کار زیبایی هستش. همونجور که شما رانندگی یاد میگیرید، رانندگی میکنید و جزء ناگسستنی این رانندگی ممکنه تصادف باشه، جزء ناگسستنی کارهای زیبایی هم میتونه عوارض باشه، میتونه ایسکمی باشه. تمام این بدن ما پر از عروقه. نقطه‌ای وجود نداره که رگ نباشه و بگیم تزریقش بی خطره. ولی وقتی شما به پزشک مراجعه میکنید، اون پزشک تزریق ایمن‌تری و با آگاهی بالاتری رو برای شما انجام میده. توی مطب پزشک، توی مطب خود منم ممکنه اتفاق بیفته، دچار ایسکمی بشم، ولی اگر این اتفاق بیفته تشخیصش میدم سریع، اگر این اتفاق بیفته درمانش میکنم سریع. اگر خیلی خوب بلد نباشم زنگ میزنم از 2 تا همکارم که خیلی از من حرفه‌ای ترن، سابقهشون بیشتره تو این کار، از اونها سوال میپرسم. بنابراین شما باید انتخابتون رو درست انجام بدید.